رحمت الله علیه، امام اعظم از دیدگاه محدثین خیلی مهمه. امروز در بین جامعه اسلامی عده‌ای میگن امام ابو حنیفه که حدیث بلد نبوده، حدیث نمیفهمیده، او خو حدیث یاد نداشته. جالبه، خیلی جالبه، نکته عجیبی میشنویم از بعضی از انسان ها، حدیث نمیفهمیده. امام رحمت الله علیه از پیامبر صلی الله علیه و سلم 70 سال فاصله داشته، حدیث نمیفهمیده. تو در این قرن فساد زندگی میکنی، 1440 چند سال، تو ماشاءالله بهترین حدیث میدانی. عجیبه. این حدیث ها کی رسانده برای ما؟ آیا مگر صحابه به تابعین نرسانده؟ تابعین به تبع تابعین نرسانده؟ خوامی امام اعظم بوده که حدیث ها روایت کرده. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی از شاگردان حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتابهای خود حدیث روایت میکنه. میگه حدیث نمیفهمیده. عجیبه برادر عزیز، من میگم از شاگردان حضرت امام رحمت الله علیه در صحیح البخاری حدیث روایت شده، تو میگه حدیث نمیفهمیده؟ ما بیاییم از محدثین بشنویم، از محدثین بشنویم آیا حضرت امام رحمت الله حدیث میفهمیده یا نمیفهمیده. بس خیلی مهمه عزیزان من، این را خیلی ما و شما دقیق شما متوجه بشیم. در کتاب سیر اعلام النبلا در جلد 5 صفحه 537 یکی از ائمه حدیث این را میگوید کتاب سوقه نه تنها در افغانستان که در سر تا سر جهان کتاب چالش داره. علمای افغانستان نه، علمای جامعه الازهر مصر، جامعه المدینه الرسول در تمام دنیا این کتاب چالش داره. این کتابی که من ذکر کردم در اینجا بیان میکنه حضرت امام رحمت الله علیه در علم حدیث 41 استاد دانشمند داشتن. تو چند تا استاد داری؟ شاید یک استاد داشته باشی. امام رحمت الله علیه یک در علم حدیث 41 استاد داره. شخصیت بزرگواری که فقط از 41 دانشمند حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میآموزه. باز چگونه اساتیدی که از صحابه پیامبر احادیث در سینه خود جای دادن برای امام رحمت الله علیه رساندن. مکی ابن ابراهیم استاد امام بخاری در تهذیب و تهذیب چی میگه؟ مسئله خیلی مهمه عزیزان من. مکی ابن ابراهیم استاد امام بخاریه. وقتی گفتیم استاد امام بخاری پس در حدیث خیلی بالایه. امام بخاری احادیث از چقدر وقت احادیث جمع‌آوری میکنه سوقه این حدیث را از پیش که گرفت امام بخاری از مکی ابن ابراهیم یاد گرفتم. خب مکی ابن ابراهیم امام اعظم چگونه شخصیت؟ تو بگو، تو خوب میفهمی. اگر یک انسان جاهل بیاد در رابطه به امام اعظم حرف بدی بزنه خود جاهله. از دانشمند دین میشنویم در رابطه به امام رحمت الله علیه. میفرماید در همین کتاب در تهذیب و تهذیب استاد امام بخاری میگه کان ابو حنیفه اعلم زمانه، امام ابو حنیفه عالم ترین زمانش بود. تو میگی او حدیث نمیفهمیده. بزرگترین محدث استاد امام بخاری میگه از همه ما ترجیح داشت در علم حدیث، تو میگی نمیفهمیده. کتاب دیگر حافظ ذهبی محدث بزرگ در تذکرة الحافظ در جلد اول در صفحه 199 که سفیان ابن عیینه که از ائمه علم حدیث چی میگه؟ لم یکن فی زمان ابی حنیفه بالکوفه رجل افضل منه ولا اورع ولا افقه منه. دیدگاه محدثین را بشنویم عزیزان من. سفیان ابن عیینه از ائمه و پیشوایان علم حدیث میگه در کوفه فردی با تقواتر، با فضیلتتر، با دانشمندتر، با محدثتر از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سراغ نمیشه. تو میگی امام اعظم علم حدیث یاد نداشته. خب تو چی یاد داری؟ ولی امام رحمت الله علیه چنین آدمی بودن و چنین شخصیتی بودن سروران عزیز بزرگوار. وفات حضرت امام رحمت الله علیه به حضرت امام رحمت الله علیه موضوع قضاوت تعریض می شود و پیش می شود که بیایم شما قاضی قرار بگیریم از طرف خلیفه عباسی ها منصور. اما امام رحمت الله علیه می دانستن وقتی به چوکی قضاوت بنشینم این دیگه باز میگه خلاف قرآن و قال الرسول و قال الله بگو. ولی من چنین جرأت کرده نمیتوانم. میگه من قبول نمیکنم، من صلاحیت ندارم، من نمیتوانم در چوکی قضاوت بنشینم خلاف رسول الله صلی الله علیه و سلم حرف بزنم. میگه امام تو را میزنیم، تو را از بین میبریم، باید بپذیری. امام رحمت الله علیه میگه جان من فدای دین الله سبحانه و تعالی، من نمیپذیرم.
امام رحمت الله علیه به زندان می رود، امام رحمت الله علیه شکنجه می شود، امام رحمت الله علیه ضربات شلاق بر جان امام رحمت الله علیه بر خود می کند. بعد از اینکه زخمهای بسیار زیادی بر جان امام از وجود نازنین امام رحمت الله علیه خون سرازیر می شود، امام رحمت الله علیه دار فانی را ودا می گوید. چنین شخصیتی عزیزان من اگر بیاییم سالها ماها پیرامون شخصیت حرف بزنیم هنوزم تمام نمی شود. و جالب اینجاست در اروپا خیلی جالبه، در اروپا قانونی این قسم است که وقت پدر کافر باشه، فرزندش مسلمان باشه، پدرش بمیره، فرزند از پدر خود میراث برده نمیتواند. یک موزل در اروپا بود، پدر کافره ولی میلیونر، فرزند شده مسلمان، اما پدرش از دنیا میرود. حالا این پول به کی تعلق میگیره؟ یک موزلی بود که هر کار کردن حل نشد. در اروپا سخن میزنم تا اینکه دانشمندان از گوشه گوشه جهان همه جمع میشن در اروپا، مجلس بالاخره برگزار میشود. علمای حنیفی مذهب بودن، مالکی بودن، شافعی بودن، حنبلی بودن، همه بزرگوارا تشریف داشتن در آنجا. وقتی در آنجا تشریف داشتن گفتن این موضوع رو کی حل میکنه؟ در نتیجه راه حل این، چون در این موضوع یک بحث بسیار گسترده در مذهب حضرت امام رحمت الله علیه قرار داره، در اینجا همه گفتن به این موضوع فتوا در مذهب حضرت امام رحمت الله علیه است. جالب بود یکی از علمای دنمارک، کجای دنمارک، او میگفت مسلمان ها امروز در مسئله قضاوت و قاضی، حتی در جامعه الازهر مثل در کشورهای دیگر، در مسئله قضاوت چون حضرت امام رحمت الله علیه مسائلی که تحقیق کردن واقعا نخبه و راه حل از 1000 سال تا الان، بیش از 1000 سال امام رحمت الله علیه مسائل تعریضی میکنه که امروز نیازمند اونیم. فتوا داده میشه مذهب حضرت امام رحمت الله علیه. اینقدر عزیزان من مذهب خیلی مذهب مبارک، حالی من نمیشه وقت نیه، وقت توضیحات خیلی باید میدادم. جالب اینجای از یکی از علمای شوافی پرسان کردن در مذهب شافعی رحمت الله علیه دست دادن به جان زن وضو میشکنه. وقتی کسی دست به جان زن خود میزند وضویش میشکنه در نزد شافعی رحمت الله علیه، اما حضرت امام رحمت الله علیه میگه وضو نمیشکنه. از یکی از علمای شوافی پرسان کردن، گفتن در مذهب شما چنینه که دست زدن به جان زن وضو میشکنه. حالا من آمدم در حرم در مکه المکرمه میخوام حج کنم، مردمم خیلی زیاده، خانمم به همراه من هست، چه کار کنم؟ اگر دست زن خود را نگیرم خب این زن گم میشه، نمیدانه کجا برود. اگر دست زن خود را بگیرم خب وضو میشکنه، خب بی وضو طواف نمیشه، واجب وضو گرفتن در طواف. چه کار باید بکنیم؟ این عالم شافعی لحظه سکوت میکنه، بعد از میگه نحن نأخذ بهذه المسألة في مذهب ابي حنیفه النعمان رحمه الله. شافعی مذهب میگه این دیگه این مسئله رو به مذهب امام ابو حنیفه راجع میکنیم و فتوا در قول امام اعظم رحمت الله علیه. این عالم شافعی مذهب عزیزان من. بیاییم این مذهب گل داریم در احادیث، بیاین یک لحظه مذهب امام رحمت الله علیه تحقیق کنیم آیا مذهب نعوذ بالله چی مشکل داره. حضرت امام رحمت الله علیه میگه دست دادن زن، وقتی مرد دست به جان زن میزنه وضو نمیشکنه. میگه ما حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خود را به جان حضرت عایشه صدیقه میزنه، نمازم میخوانده. خب اگر وضو بشکنه پیامبر کو بی وضو نماز نمیخوانه. اما امام شافعی هم و هم مذاهب چهارگانه همه حق عزیزان و هم از قرآن و حدیث استدلال میکنه. امام شافعی میگه در قرآن میگه او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا. لامستم ذکر شده، این خوب علما میدانن. لامستم به معنی لمس دست دادن به جان